مسئله را از دیدگاه خارجی نظر کنیم، ببینیم روز در رادیوی آزادی یک مطلب نشر شده است که رادیوی آزادی آمریکایی است و در همین مسئله چندین اخبارها را از تشکیلات ها میرسانه به مردم. بیا یک بار همین مسئله را نگاه کنیم که این سازمان ها و با داشتن پشتیبانی کشورهای اول قدرت فقط تمام کاری که انجام میتین یک نقطه از گفتن. بیا اینا ببینیم از گفتن کار عملیه که در اجرا یا که در پیشرفت یا بهبود ساختن وضعیت باشد انجام نمیتین. بیا اینا مثلا این مطلب از رادیوی آزادی نگاه کنیم. اگر بچه‌ها این مطلب بمونه نگاه کنید. همین مطلب در روی اکران خودتون میبینید. این نگاه کن. خب در همین مطلب در وضعیت فاجعه بار یا مطبوعات مستقل در تاجیکستان در محاصره است. این خلاصه گزارشگر اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز است که میگوید که موقع این کشور در شاخص آزادی مطبوعات تا رفته بدتر می شود. در شاخص تاجیکستان از میان 180 کشور در جای 153 قرار دارد و بهای عمومیش بخصوص در بخش سیاسی و اقتصادی همان رو بر رکود می باشد. این سازمان میگوید که موقع تاجیکستان بیانگر رکود فاجعه بار آزادی مطبوعات می باشد. وقتی این کلام استفاده میکنن ببین رکود فاجعه بار آزادی مطبوعات می باشد. مطبوعات ببین رکود فاجعه بار وقتی که این استفاده میکنن یعنی در آخران نقطه یعنی کاملا در همون حالت نابودی قرار دارد که کاملا از بین میبرد. وقتی فاجعه بار حالت به میان میاد کاملا حالت خراب کنی و از بین روی است. یعنی تو این حالت موقع تاجیکستان در شاخص بین المللی قرار گرفته است. ژانا کاوالیوف مسئول برنامه آسیای مرکزی و اروپای شرقی در سازمان گزارشگران بدون مرز واقع در پاریس در یک صحبت با رادیوی آزادی حکمی 8 سال زندان رخشانه حکیم در ماه فوریه امسال که از قضیه های اخیر تکان دهنده نامید. او گفت که حکیم برای یک پرسش درباره نفوذ چین در تاجیکستان به 8 سال زندان محکوم شد. پرونده او بیانگر رمزی موج عظیمتری سرکوب می باشد. ببین این مسئله یک نقطه خیلی خوب را خانم ژانا در اینجا ذکر کردن که به خاطر یک پرسش یعنی فقط به خاطر چی نفوذ چین در تاجیکستان. من اینجا رو با حرف چی برای شما زرد میکنم. نفوذ چین در تاجیکستان به خاطر فقط یک نقطه را بیان کردن که آیا مثلا سوال کردن که چین یا کیتای با تاجیکستان نفوذ کرد یا نه، نفوذ دارد یا نه، به همین مسئله میبرن چیکار میکنن 8 سال زندان محکوم میکنن در حالی که کودک شیرخوار دارد. با پرونده اش اون قدر سخت کردن که نتوانستن زندان خانگیش کنن. گفتن که نه این بسیار حالت خطرناک انسان خطرناک است و این گونه پرونده ها باید چیکار پرونده های مخصوصی هستند که اینا رو ما نمیتونیم در آزادی نگه داریم. در 3 سال گذشته در تاجیکستان شاهد سرکوب به مثال خبرنگاران و مطبوعات مستقل شده است. حداقل 9 خبرنگار با اتهام بحث برانگیز پشت میله زندان هستند. معرفه احمد ابراهیم سردبیر پیکی با اتهام ساخته شده به 10 سال حبس محکوم شد. نماد اخیری است و آن ضربه خراباوری برای ژورنالیسم منطقوی در ولایت ختلان است. خب در این مسئله یعنی بسیار صحبت کرده. بیا از زبان رادیوی آزادی برای شما بمونیم اونها براتون میخونند با بهتر. مطبوعات مستقل در تاجیکستان در محاصره است. این خلاصه گزارش اخیر کمیته دفاع از خبرنگاران میباشد که نوشته است متاسفانه موقع این کشور در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز بسیار بد باقی میماند. در شاخص آمده است از میان 180 کشور در جای 153 قرار دارد و بهای عمومیش بخصوص در بخش سیاسی و اقتصادی همان رو بر رکود میباشد. یکی از قضیه های تکان دهنده رخشانه حکیم و خبرنگار فوق‌العاده است که برای انجام یک پرسش درباره نفوذ چین در تاجیکستان به 8 سال زندان محکوم شد. پرونده او بیانگر رمزی موج عظیم سرکوب ها می باشد. از سال 2022 حداقل 9 خبرنگار اساساً بر پایه اتهام های ساخته مثل تهدید به امنیت ملی یا فساد به زندان محکوم شدند. مرافعه احمد ابراهیم سردبیر
پای که با اتهام‌های ساخته شده به 10 سال حبس محکوم شد نمونه اخیر است و آن ضربه خرابی آوری برای ژورنالیسم منطقوی در ولایت ختلان زده است. Charges is a devastating blow to regional journalism in the Khatlan region. در ادامه آمده است در تاجیکستان ژورنالیستان را لطوکوب تهدید بدنام میکنند. خبرنگاران خارجی برای گرفتن اجازه‌نامه کار با سطح‌های جدی روبرو میشوند. مطبوعات مستقل از سرمایه‌گذاری‌های دولتی محروم است. مورد سنجش و یا قطع درآمد از تبلیغات روبرو میشوند چون این هم یک بخش از استراتژی خفه‌کنی مطبوعات میباشد. روزینه بالا رفتن تاجیکستان در شاخص همساله گزارشگران بدون مرز این نشان بهتر شدن وضع آزادی سخن در تاجیکستان است. ما همه شاهد هستیم که سال به سال وضع آزادی بیان، آزادی واسطه اخبار آمد در تاجیکستان متشنج‌تر می شود. در یک همایش بخشیده به روز بین المللی آزادی بیان در دوشنبه نیز از بدتر شدن وضع آزادی سخن و فشار و تعقیب خبرنگاران و کارمندان وسایل اخباری عامه نگرانی عمیق کرده شد. زمانی که ما امروز اینجا جمع آمده ایم 10 ژورنالیست در تاجیکستان در زندان است. ما فکر میکنیم که ناظران بین المللی بر این نظرند که آنها محبوسان سیاسی می باشند. نظام دادگاهی که باید از این ژورنالیستان و شهروندان دفاع کند برعکس آنها را مجبور میکند خاموش باشند. سازمان‌های بین المللی حکومت تاجیکستان را برای ایجاد فضای طرز و رکود رسانه‌ها همیشه انتقاد میکنند. از جمله 8 سازمان با نفوذ جهانی پس از نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا از رهبران این کشورها خواستند وعده‌های داده‌شان در مورد به پایبند بودن به آزادی بیان فراهم آوردن فضای مساعد برای جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل و غیره را اجرا کنند. خب ببینید همون طوری که شما دیدید در اینجا فقط مطلبی که نشر می شود مطلب گویشی و تنقید کننده بدون عمل است. حتی در ملاقات اخیری که در سمرقند صورت گرفت در ازبکستان که 5 کشور آسیای مرکزی در اونجا نشست داشتن و تاجیکستان جزء اعضای این نشست بود، در همین نشست که خود امامعلی رحمانوف هم به اونجا سفر کرده بود که دولت‌های اروپایی با امامعلی رحمانوف و کشورهای آسیای مرکزی ملاقات کردن و در اینجا نیز اشاره کردن به حالت فاجعه‌آور فضای مطبوعات. اما ما در عمل می‌بینیم که هیچ گونه دیگرگونی و بهتر ساختن وضعیت مطبوعات و وضعیت مردم تاجیکستان صورت نمیگیرد. سبب معین مشخص است، چون فقط اینها در سخن میتوانند صحبت کنند. ما اگر که در مسئله گلوبالی نگاه کنیم، جهان امروز از جانب کشورهای ابوالقدرت اداره کرده می شود. هر کشوری خرد زیر نظارت یک کشور ابوالقدرت دیگری قرار می گیرد. وقتی یک کشور ابوالقدرت بخواهد که کشور دیگری را از زیر کشور ابوالقدرت دیگر بگیرد، چیکار میکند؟ میرود با او میشیند، صحبت میکند، پیشنهاد میکند، هزارها کار را انجام میده تا او را زیر نظارت خود بگیرد. و امروز ما میبینیم که کشورهای اروپایی، امریکایی فقط در پی آن هستند که نفوذ خود را به هر گونه هست، فقط با طریق نمیفهم دیکتاتور باشد، هر طریقی که باشد به این گونه به دست بگیرند. نه اونه که اگر پیشنهاد کنند که در تاجیکستان انقلاب شود و مردم خودش قدرت دارد در دست خود بگیرند. ببینیم که امامعلی رحمانوف را به امریکا دعوت کردند، امامعلی رحمانوف را به آلمان دعوت کردند، امامعلی رحمانوف را به ایتالیا دعوت کردند. به هر کشور دعوت میکنند فقط به خاطر چی؟ تا اینه که بتوانند نفوذ روسیه را از کشور ما کمتر کنند و نفوذ خود را بهتر کنند. فقط نه به خاطر اونه که بتوانند یک تحریم را یا که به اصطلاح روسی سانکسیا بزنن، این پدرسوخته های کثیف فسادکار را که مردم تاجیکستان از اینا خلاص شود. یعنی این رو نمیخواد. اگر این رو میخواستن تا امروز کار در اجرای این انجام داده میشد. حالا این همینه که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه بین المللی مراجعت کرد به خاطر به دادگاه گاگا به خاطر معرفی دیکتاتور امامعلی رحمانوف. آیا فکر میکنید همین در نظر خواهند گرفت؟ اگر به نظرم بگیرن آیا به فایده مخالفان یا به فایده مردم تاجیکستان این را انجام خواهند داد؟ علامت‌های سوال خیلی زیاد است که ما فقط باید تمامی کاری که انجام میتیم به خاطر بهتر ساختن وضعیت تاجیکستان خودمان انجام بدیم. هیچ گونه کشور و هیچ گونه تشکیلات بین المللی و یا که سازمان ها نمیتوانند برای ما کمک کنند.
شما بار بیاید در تاریخ یک بار نظر کنید که یک کشور اومده است برای من و تو بدون منافع شخصی خودش برای ما و تو کمک رسونده است. ما و شما پیش از میلاد دولت داشتیم، حکومت داشتیم، حکمرانی میکردیم، صاحبانی همین سرزمین آسیای مرکزی بودیم. یک نمونه مثالش را برای ما در طول همین تاریخ در چند صد سال بزنید که ما از کسی کمک گرفتیم و بدون غرض برای ما کمک کردن. در همین دوران جنگ شهروندی یک نمونه مثالش است که برادران نزدیک خودمو طول 5 سال در افغانستان بودن، برای ما کمک کردن. وقتی که روسیه برای آنها کمک میکرد، منفیتی حکومت استاد ربانی نزدیک شد به روسیه که روسیه باید برای اونها کمک میکرد، ما را چیکار کردن؟ و ما خیانت کردن، ما را مجبور ساختن به حکومت دیکتاتور امامعلی رحمانوف بیایم صلح بکنیم. حتی برادران خودمون ما را مجبور ساختن که به حکومت دیکتاتور امامعلی رحمانوف صلح بکنیم، به خاطر چون منفعت و با منفعت اونها نزدیکتر آمد با روسا شرط گذاشتن که ما شما را کمک میکنیم، در صورتی که این در تاجیکستان باید صلح به میان بیاید. پس یگانه کاری که ما و شما انجام داده میتوانیم این خدمت کردن به خودمان، از خودمان برمیخیزیم، استقلالمون به دست میگیریم. اون زمان ما خودمون تصمیم میگیریم که با کی کار بکنیم و با کی کار نکنیم و حکومتمون چگونه نظام و چگونه ساختار بسازیم و یا نسازیم. اگر خراب هم کردیم خودمون خرابش کنیم، ساختیم خودمون بسازیمش. نخوا امروز تاجیک تا اون درجه را پایان فرموده باشه که سطح دانشش تا اون درجه را پس رفته باشه که نتوانه یک حکومت را اداره کنه، نتوانه آینده کشورش را بسازد. شما یک بار نظر کنید که در دوران حکومت سامانیان چگونه پیشروی در ساحه معرفت و علم صورت گرفت. چند صد سال دیگر از همین ساختارها برای ما باقی مانده بود که بیشتر حکومت ها اداره میکردن. پس ما را نباید اینقدر ناچیز شمارید، ما را نباید ناکس شمارید. باید به اون اعتقاد داشت که مردم تاجیکستان توانایی اداره کردن یک تاجیکستان را نه، توانایی اداره کردن جهان را دارند. ما به قدر سیاسیون، به قدر مردانی جسور این کشور، دانشمند این کشور نمیرسیم. ده ها هزارش امروز در زندان است، ده ها هزار دیگرش کشتن، میلیون های دیگرش بردن مهاجر کردن و ما نشستیم میگیم که امروز هم صبر کنیم، کسی میام و شما را نجات میده. همون طوری که در تاجیکستان یک نجات دهنده سیاره پیدا کردن، او را پیشوای ملت، نجات دهنده فلان اسم میبرن و در این گونه کسانی که اعتقاد دارند که باید در تاجیکستان تغییر بیاید منتظر که یک نجات دهنده دیگه سیاره پیدا می شود و ما را تاجیکستان را نجات میدهد. ما هممون در یک کشتی با یک عقیده رفته هستیم، اونا همون عقیده، ما را همین عقیده. این گونه نیست. باید مبارزه را سخت‌تر کرد و در راه مبارزه استوار بود و مردانه جسورانه مبارزه را برد، نترسید. باید از مانندی شرافدین گدایف که سفر کرد به افغانستان، باید مردانه وار و جسورانه مثل این شخص نترسید و سفر کرد و رفت و خطر کرد که هر اتفاقی میافتد بگذار بیفتد، در راستای آزادی کشورم میروم کار انجام میدم. برخواست به هر جایی که برای رسیدن به یک آزادی کامل در تاجیکستان میرساند باید ما و شما مبارزه ببریم. منتظر هیچ شخصی از خارج نباشه. منظور من شخصانی که ملت دیگر و یا اینکه کشور دیگر در تولد شدن، منتظر اینها نباشیم. هیچ کس اینها برای ما خوبی نمیخواهد. اگر خوبی میخواهد منفعت دارد، منفعتش را اول باید نگاه کرد. چی میخواهد در عوض آزادی تاجیکستان؟ پس باید مبارزه را عملا شروع کرد. در طول 34 سال حکمرانی امامعلی رحمانوف امروز روز نشد، یک بار نشده است که یک حکمرانی امروزه، یک دولتدار ما، یک کارکنی حکومت از جانب یک سازمان، یک کشور
در لیست تحریم وارد کرده شود، مال ملکش در خارج بسته شود، با مخالفان و مظلومین داده شود. ما ندیدیم میلیون ها پولی همین حاکمیت، همین حکمرانای ما در بانک های شویساری و دیگر کشورها قرار دارند. در چخیا از خشاوندان اومدی رحمانوف را آشکار کردند، خانه ها و قصرهای با دبدبه ساختند. نمیتونن اینها را مصادره کنن و با فایده مردم تاجیکستان حل بکنن. بتیان در مسئله اوکراین میشود کو انجام دادن، چرا در مسئله ما انجام نمیتین؟ چرا؟ چون فایده مسئله اوکراین به اینها نزدیک است و ارزش دارند، باید نفوذ یک کشور رو به خود بگیرن، ولی در تاجیکستان این کارو نمیکنن. پس ما باید خودمون بربخیزیم، منتظر کسی نباشیم. همون زمانی که خستیم رفتیم مبارزه را بردیم، مطمئن باشید که دیگر کشورها را هم میدانن که حکومت آینده در دست ما میخورد. بعد میبینید که یکتا با تحریم وارد میکنن و در لیست جا میکنن، بعد خانه هاشون میگیرن، مال ملکشون میگیرن، بعد میارن به موت میتین. تا همون زمانی که ما همین حالت رو به میان نیاریم، بر نخیزیم، نرویم برای آزادی وطن، یک نیروی قوی جبهه نداشته باشیم، هیچ حکومت در اطراف ما نمی ایستد و هیچ کشوری به ما کمک نمی کند، چون منفعت رو نمی بیند. به سخن کردن که نمی شود، رفتن به عمل می شود. باید برخاست، اتحاد شد، صحبت کرد، اومد در کنار مبارزان ایستاد. با پشت پرده نمی شود که رفت تاجیکستان را آزاد کرد. بیاید بشینید صحبت کنید با اشخاصی که میتوانند تصمیم بگیرند که چیکار کرد، چگونه عمل کرد. امروز یک نفری که میتواند از دستش یک کار عملی میآید موجود نیست. بله. همین تعداد مخالفانی که امروز در بخش‌های مستقیم هستند به انگشت شماری نمی شود. تعداد اشخاصی که در همین مخالفان هستند خدمت کردن انگشت شمار هستند. ای دست نمیآید که بیاید یک انسانی رو که در همینجا مبارزه میبرد، در ساحه نظامی، در ساحه اقتصادی، در ساحه معرفت، در همه ساحه براش خب توانایی را داری، در کدوم ساحه براش کمک بکنی. کمک مالی نمیتونی، کمک علمی بکن. کمک علمی نمیتونی، کمک نمیفهم یگان حالت دیگه شب دست بگی. امروز یک مادر تاجیک 10 فرزند دارد، 8 فرزند دارد، یک دانش نمیخواد در راه تاجیکستان قربانی کند. کشور رو به اون درجه رو پایان فراوردن. ما وقتی نشستیم صحبت میکنیم در کمیته دین یک سخنگو ماندن، زینب حسینوه. در سامانه‌های مجازی بد نشود با یک پیراهنی اینقدر که یک دامنی یا اینکه یوبکه‌ای خیلی کوتاه تا ایزانو بالا عکس گرفته رقص کرده با دیگرها گشت است. در کمیته دین شما کسانی تصمیم گیرنده هستند، کسانی به کار تامین میکنن که با خود را مسلمان معرفی میکنن. اگر سخنگوی کمیته دین از یک دین دیگر می بود و با اون لباس می بود ما مشکل نداشتیم. برای همین وقتی که ما حرف میزنیم حرف رو باید دقت داد، اهمیت داد. ما شیشتیم پشت پرده منتظریم که کی در تاجیکستان یک کار میشه ما بریم بگیم السلام علیکم من هستم. برادر نمیشود، قربانی میخواد این کار. بله. باید اعتماد کرد، باید باوری کرد، باید اومد به همین جا برآمد، با برادرها صحبت کرد، برای آزادی تاجیکستان مبارزه برد. امروز برای هر ادیان ارزش‌ها در تاجیکستان ممنوع کرده شده است. اگر با هر اعتقادی که هستی بدون که تاجیکستان امروز به جای جهنم شدگی است برات. فقط در یک حالت تاجیکستان برات جنت شده است، در حالتی که فسادکار باشی، نمیفهمم در حالتی که برات فقط رقص، سرود، نمیفهم دزدی و غارت کردن و فریب کردن و دروغ گفتن باشد، پس مرحمت برای تاجیکستان. اگر بخوای مثل انسان، مثل مسلمان، مثل یک تاجیک آزادانه زندگی کنی که وطن در عرصه بین المللی نفوذ داشته باشد، نام تاجیک به تروریست معرفی کرده نشود، در اون صورت در نمیفهم در جهنم زندگی میکنی. اون روز یک برادر
برای من زنگ زد گفت که وقتی که من به یک کشور اومدم در فرودگاه مرا نگاه کردن، از من بخش کمیته امنیت همون کشور اومد سوال و جواب کرد، گفت که تاجیک‌ها امروز تروریستن. با ما تاجیک‌ها را تروریست میگن. تو کی اصلا خودت؟ به همین خاطر باید من از نظر بگذرونم. به خاطر سفر کردن به یک کشور من میگن تاجیکان تروریستن. فقط از تاجیک امروز اسم تروریست باقی مانده است. به خاطر 4 بی‌سواد و ناتوان را در تاجیکستان امروز در قدرت نگه داشتیم. چهار تا دز ابله به در خطر در صف خود جمع کردن و فقط دارن چیکار میکنن؟ ما و شما را به نابودی میبرن. باز بشینیم اینا رو قبول کنیم که نه بیا پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت، نمیفهم نجات دهنده سیاره فلان و بسمدان. ای بچه بس از شرم است اخی. تاجیک کی به نیاز به پیشوا داشت؟ در کدام حالت ما و شما پیشوا داشتیم؟ یا زمانی تاریخ بیار که تاجیک همون زمان پیشوا داشت. در زمان دولت سامانیان خود اسماعیل سامانی در جنگ میرفت اشتراک میکرد، لشکر را اداره میکرد، میجنگید، در جنگ میجنگید، در کاخش نمی نشست منتظر شود. اون نمیگن که کسی که رهبری میکند میایستد در کنار ملتش. ولی متاسفانه امروز ما منتظر اون هستیم که باید یک کشور ما اوترا بیای نجات بتید. خیلی منتظر غلامی باید باشه مگه؟ پس یا بیا غلام یک کشور دیگر رو شویم. غلامی را باید ما برای امروز کشور تاجیکستان و کسی که همین نظام قبول میکند و نمیایستد باید تبریک بگیم. یا که هر کسی که منتظر کشور دیگری است که بیاید آزادش کند، غلامی مبارک باشه. اگر تو آزادی میخواهی، اگر میخواهی آزاد باشی، پس چنین چیز را انتظار نباید بود. به همین خاطر به مناسبت روز مطبوعات جهانی من این سخنرانی کردم. من مطمئنم که مردم تاجیک وضعیت مطبوعات را نگاه میکنند. یکی از چیزهای مهم، یکی از بخش‌های مهم در عرصه دولتداری مسئله مطبوعات است. مطبوعات فضایی را، بالانسش را نگاه میکند، نگاه میدارد. اگر مطبوعات نباشد و مردم نتوانند آزادانه از ظلم بگویند و ظلم را از بین نبرند، هیچ گونه دولتداری پیش نمیره در سیاست امروزه جهانی. چون فضای مطبوعات یک از چیزهای مهمی است که امروز مردم میتوانند حرف خود را به حکمرانای خود برسانند. وگرنه ما نمیتونیم حکومت رو بدون فضای مطبوعاتی آزادی اداره کنیم. پس باید بربخیزیم تاجیکستان را از دست ظالمان نجات بدهیم و فضای مطبوعات را در تاجیکستان بهتر خوبتر بسازیم. وگرنه این گونه میریم غلامی و غلامی و غلامی و منتظر نباشیم. و یک مراجعه دیگر به حکومت‌های بالقدرت و سازمان‌ها میکنم که از صحبت کردن مردم تاجیکستان خسته شدن و اگر شما فقط این گونه فقط با بیانیه‌ها ادامه بدهید، بهتر است که ننویسید. بالای سوخته نمکاب نچوشید. این هم همونی است که بالای سوخته مردم شما نمکاب میچوشید. فقط یک بار مینویسید، دومین بار از همون چیز میگویید. آقا این هم مردم تاجیکستان خودشم میداند. اگر که امروز به عمل رو نیاورید و حکومتداران تاجیکستان را تحریم نکنید، مطمئن باشید که از این گفته‌های شما مردم تاجیکستان ناراض است. ما دوست نداریم که فقط در امروزه توانایی که شما دارید میتونید از حقوق یک روزنامه‌نگار دفاع کنید، در مسائل دیگر کشورها انجام میدید، ولی در تاجیکستان به خاطری که باید کدام نفوذی رو به دست بیارید انجام نمیدید. پس این کار کاملا اشتباه است و من امیدوارم که پروردگار ما را کمک میکند، تاجیکستان را آزاد میکنیم و فضایی را میسازیم که هر یک شهروند تاجیکستان توانایی رسانیدن حقایق و ظلم و ستم را به حاکمیت داشته باشد و دانشگاه‌ها و جامعه شهروندی قوی داشته باشیم که بتوانند مشکل این جوان، مشکل این شهروند را چیکار کنند، در کوتاه‌ترین فرصت حل بکنند توسط حاکمیت، یعنی مجبور بسازند که حاکمیت این مسئله را حل بکند. این تنها توسط مطبوعات می شود، جامعه شهروندی آزاد و کل ای که برگرفته از یک جامعه آزاد و بیدار به میان می آید.
و در صورت انقلاب به انقلاب رسیدن و پروردگار اگر ما را زنده تا اون زمان بگذارد که دعا میکنیم که این به این آزادی ما را برساند که اجرا کننده عدالت آزادی در تاجیکستان باشیم و اون را احساس بکنیم و برای ماندنش، پایدار بودنش مبارزه ببریم و بیستیم. دعا میکنیم به اون روز ما را برساند. دیگه شما را به خدا میسپارم، صحبت ما طولانی نمیکنیم. پروردگار ما را با آزادی تاجیکستان و آزادی تمام جهان برساند که هیچ مظلومی در کل جهان باقی نماند. سلام علیکم و رحمت الله.